اللهم اجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و ائمة المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام دارم خدمت همه شما دانشجویان عزیز. خب همونطور که مستحضر هستید، حالا دوستان دانشگاه از ما دعوت کردم برای موضوعی پیرامون حالا اتفاقاتی که پیش رو هست و حالا جریاناتی که در حال رخ دادن هست یک جلسه رو داشته باشیم. هرچند بنده حالا توصیه کردم که از آقای دکتر حسینی استفاده بکنن تو این زمینه که هم حالا بیشتر به دانشگاه و فضای علمی و مباحثی که شما مطالعه میکنید ارتباط داره، ولی خب حالا دوستان صلاحشون بر این بود که ما در خدمتتون باشیم. اما حالا توصیه این هست که حتما یک جلسه از ایشون استفاده بکنید. زیادم نمیخوام مصدق اوقاتتون بشم و حالا خیلی وقت بگیریم، خصوصا که فضا هم حضوری نیست و مجازیه. شاید حالا هنوز ما با این خوب و شرایط مجازی هنوز نتونستیم کنار بیایم که یک سخنرانی این شکلی شکل بگیره و بخوایم بشینیم از روی پروژکتور یا حالا مثلا تصویر یا گوشی چیزی رو نگاه بکنیم. اما ببینید فضایی که امروز در دنیا حاکمه، یعنی حالا شرایط فقط کشور ما هم نیست، شرایطی که در دنیا حاکمه اینی که ما وارد یک مختصات جدیدی از سبک زندگی شدیم. این یعنی چی؟ یعنی این که هر چی ما به آخرالزمان داریم نزدیکتر میشیم، به اون ظهور حالا در اصطلاح نزدیک میشیم، شرایطی که عده‌ای که نمیخوان اون حکومت الهی، اون حکومت ولی خدا شکل بگیره، فعالیتاشون بیشتر میشه، برنامه‌ریزیاشون بیشتر میشه، با قدرت و توان و حرص بیشتر میخوان که مردم جهان رو ببرن تحت یک مدیریت خاص و یک مدیریت واحد. چیزی که ما الان در دنیا داریم میبینیم این که مختصات جدیدی وارد رفتارها، وارد نگاه‌ها، حتی شغل‌ها و جریان‌های سیاسی اجتماعی مردم شده و کرونا ابزار و کاتالیزوری بود برای اینکه این فضا رو مردم بتونن درک بکنن و ناخواسته واردش بشن. شما ببینید ما الان به صورت خیلی واقعی درگیر تمدن فضای مجازی هستیم، یعنی وارد تمدنی شدیم که زندگی‌ها رو به دنبال استاندارد کردنه. یعنی نکته مهمش اینه که فرقی نمیکنه چه مذهبی داشته باشی، چه دینی داشته باشی، به چه آیینی باشی. شما هر کاری که بکنی، یعنی تو هر این دین و مذهب و مکتبی که باشی، بالاخره چند تا اختلاف وجود داره. بهترین کار چیه؟ بهترین کار اینه که بر اساس یک مختصات واحد اجازه بدی که بقیه اونطور فکر بکنن و زندگی بکنن. یعنی فرق نمیکنه مسلمان باشی، یهودی باشی، مسیحی باشی، نمیدونم شینتویسم باشی، هندویسم باشی یا هرچی، این سبکی باید رفتار بکنی. این مدل در کل دنیا برای بحث زدن دین، یعنی نفی دین، با معنویت داره پیش میره. یعنی شما هر جا آرامش گرفتی اون میشه معنویت تو. حالا ممکنه بیای بگی آقا من با سیگار کشیدن آروم میشم، مثلا من با اینکه عربده بزنم برم مردم آزاری بکنم آروم میشم، من باید حتما یه روز دعوا بکنم با یه نفر کتککاری بکنم آروم بشم، من حتما باید مثلا اذیت بکنم، نمیدونم رفتارهای مختلف که باعث آرامشت میشه. این میشه معنویت. حالا یکی ممکنه میاد میگه آقا من نماز میخونم آروم میشم. خب برو نماز بخون. این دیگه بحث آیین نیست، بحث دین نیست، داره معنویت و یکسانسازی رو ترویج میکنه. فیلم هاشون هم که ببینید همین اتفاق داره میفته و با استفاده از این کرونا دارن بهش سرعت میبخشن. یعنی چی؟ یعنی شما رو آوردن از یک فرایند ادراکی کاملا طراحی شده میترسونن و میبرن به سمتی که رفتارها رو انجام بدید. ببینید اگر شما روی یهود مطالعه کرده باشید، روی مسائل صهیونیسم بین المللی یه خورده سررشته داشته باشید، متوجه میشید خیلی از این اتفاقی که داره میفته کاملا با برنامه ریزی بوده. مثلا تمام دعوای اینهایی که میگم، یعنی اون یهود و صهیونیسم بین الملل، اینه که یه دعوایی از اون ابتدا با خدا داشتن، دعوای معرفت و کامل شدنه.
این دعوا رو الان آوردن بس دادن به کل دنیا، یعنی میخوان خودشون حاکم باشن. این دعوا هم شما برید بخونید تو عهد قدیم سفر پیدایش تمام این داستان رو توضیح داده. میگه که خدا آدم و حوا رو آفرید، توی اون باغ عدن که همون بهشته قرار داد، یه دونه میوه هم، یه درخت هم گذاشت که اسمش درخت زندگیه و میوه حیاته که تشخیص خیر و نیک و خیر و بد رو از هم داره، خیر و شر، نیک و بد رو از هم داره. اونم گذاشت وسط درخت، وسط اون درخت و وسط باغ گفت از هر کدوم از این میوه‌ها میخواید بخورید به این درخت نزدیک نشید. شیطان به صورت یک مار میاد با حوا صحبت میکنه، میگه که بهت گفته که از این درخت بخوری چی میشه؟ گفته اگه از این درخت گفته نزدیک بشیم و میوه‌شو بخوریم میمیریم. گفته میمیرید، هیچ چیتون نمیشه، شما خدا میشید اگر این میوه رو بخورید. حوا میره این میوه رو میخوره، به آدم هم میده. اینها یهو میبینن که برهنن. بعد میگه خدا اومد تو باغ، داشت دنبال آدم و حوا میگشت، اومد دید با برگ انجیر اینا خودشونو عورتینشونو پوشوندن. بعد گفت مگه شما میفهمید که لختی که مثلا خودتون رو پوشوندید؟ میگه بله. میگه نکنه از اون درخته خوردید؟ میگه بله. این ماره گفت ما از این میوه خوردیم. خلاصه اینها رو عذاب میکنه و میندازه. میگه مار به مار میگه که تو بدترین حیوانه، از این بعد رو شکمت باید کلا سینه خیز بریم ور اون ور. به حوا میگه حالا مثلا به زن میگه تو باید درد نمیدونم زایمان رو بکشی. و حالا خلاصه این مزخرفات و تحریفاتی که به خدا نسبت دادن توی کتابشون. خدا میاد این درخت زندگی رو بر میداره، میبره میذاره توی آسمون مثلا چندم و یک سری از ملائکه و شیاطین رو میذاره که از این دفاع بکنن. آدم و حوا روی زمین، حالا انسان ها که زیاد میشن، میان درگیر میشن، تلاش بکنن که به اون میوه برسن و همشون خدا بشن و خدا داره از این فرار میکنه که بقیه مثل خودش نشن، فقط خودش خدا بمونه و پادشاهی کنه. لذا شما میبینید فیلم ها جک و لوبیا سحرآمیز که میبینید درخت رفته تو آسمون میره دنبال یه دونه میوه میگرده، همین داستانه. آواتار میان از اون درخت دفاع میکنن، اون درخت همین درخت زندگیه. و حالا جالبه توی این میوه های این درخته که اینا تعریف دادن و بعداً شد درخت کابالا، یه بخشش نمیدونم معرفت، نمیدونم ملک، قدرت، همه این چیزا هست. حالا تصاویرش موجوده، شما درخت کابالا رو سرچ بکنید این رو گذاشته. یکی از اون درخت ها که منجر به تاج و حکومت و پادشاهی انسان ها بر انسان ها و دنیا میشه، کرونه به معنی تاج. و شما ببینید کرونا از همین اسم گرفته شده، مشتق شده همین اسمه، به معنی تاج. میگن این ویروس هم چون شبیه تاجه و یه سری چیزا، در کلا این مجموعه بیماری ها رو میگن کرونا. چیزی که ما باهاش درگیریم کووید 19، یعنی سارس، مرس، آنفولانزا، اینا همه مجموعه‌ای از این بیماری کرونا است. لذا ما الان داریم وارد یک فضایی میشیم که برای ما به استفاده و به بهانه این بیماری دارن تصمیم گیری میکنن. من نمیگم این بیماری نیست ها، من منکرش نمیشم، چرا باید رعایت بکنیم، باید دستورات پزشکی رو حتما انجام بدیم. من میگم وارد ادراک سازی که اونها برای ما تصمیم گرفتن نشیم. تو همین برهه‌ای که کرونا اومده، فیلم هایی که الان ساخته شده مثل فیلم الهام تنها نشون میده که یک ویروسی همه‌گیر شده توی دنیا و اصلا نمیشه باهاش مقابله کرد. این فضا رو برای یک انسان به وجود میاره، میگه حتما تو خونه باید بمونی، رعایت باید بکنی و از همه مهمتر یا کشته بشی یا راضی بشی به کشتن دیگران. یعنی امروز اگر این بیماری اومده، شما یا باید تلاش بکنی که کشته نشی، این بیماری رو نگیری، یا بقیه هم که میبینن رضایت داشته باشی به کشتن بقیه کشته بشن، ضعیف ها از بین برن، قدرتمند ها بمونن. و شما تمام دنیا همینه، تظاهرات صورت میدن آقا لحاظ اقتصادی مایی که پایین دست جامعه، مایی که قشر ضعیف تریم، قشر متوسط رو پایینیم، داریم آسیب میبینیم، ولی سرمایه‌دارها نه، این اتفاق براشون نمیفته. لذا به این پیچ و خم آخر الزمانی که با یک فرایند ترکیبی از رسانه، از جنگ نرم، از نفوذ ما مواجهیم و اگر درست تبیین و تحلیلش نکنیم ممکنه که تو دام اینها بیفتیم و شاید اصلا توی بازیشون ما به عنوان یک مهره ورود پیدا بکنیم. برای همینه که اون روایتی که از پیامبر صادر شد، اتفاقا در کتب اهل سنت هم هست، من این رو
توییت هم زدم، یعنی سند کتابم گذاشتم، میگه اگر زمانی مهدی اومد در زمان مهدی پای عهد و پیمان و بیعتتون بمونید ولو اگر در برف، در یخ. خب طبیعتاً شبه جزیره عربستان اون موقع برف و یخی وجود نداشته که اینها بگن. لذا شاید احتمال برداشتیم میشه که چون یخ لغزنده است در آخر زمان هم شما ممکنه لیز بخورید، دست از پیمان برداری، زمین بخوری. میگه حتی اگر این لغزندگی ها که همین الان هم داریم میبینیم اتفاق افتاد، شما دست از اون مقابله، دست از اون تلاش، دست از اون مبارزه بر ندارید. همونطور که امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه 200 سوره آل عمران ایشون فرمودن که صبور باشید و در مقابل دشمن مقاومت کنید و رابطتون رو با امام منتظرتون حفظ بکنید. این فضایی که توی دنیا به وجود اومده تا دست اینها همین اتفاق میفته. امنیت روانی رو از مردم دنیا گرفتن، امنیت زیستی رو گرفتن. یعنی شما حتی دارید منع میشی یا حواستو جمع میکنه به چیزی دست نزنی، این طرف و اون طرف با رعایت انجام بدی. این فضایی که برای ما به وجود آورده یک پیام داره، این که بالاخره این هرج و مرجی که از نظر اونها یک نظم خود ساخته است، باید یک نفر بهش پایان بده و اون مردم طعم واقعی زندگی، طعم واقعی آرامش رو به خاطر ظهور ولی خدا و امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بچشن. لذا وظیفه ما رو بیشتر میکنه من باب این که ما در شرایط ظهور و شرایط به وجود آوردن یک حکومت خوب و به وجود آوردن شرایط امامت در دنیا تلاش بکنیم. ببینید شاید خیلی صحبت بکنید ناامیدی دوچارشون شده باشه یا حس یأس رو پیدا کردن. اگر روزی که شما ناامید شدید، اگر حس یأس رو گرفتید، بدونید اون روز شکست شماست. ببینید مسیری که ما داریم پیش میریم خصوصا در کشور، در مقابل حتی این استاندارد سازی جهانی که شما ببینید سند SDGs که ببینید سند BC، اینها رو ببینید نه فقط یک تفکر بلکه یک عقیده اینها رو نوشته که این عقیده هم مبتنی بر همون عهده اینه که صهیونیسم بین الملل آورده برای شما گذاشته. یعنی مولا درزش نمیره. وقتی مطالعه میکنید میبینید دست‌های بالای طراحی این قراردادها و تعهدها هست که مردم رو به صورت یکسان روبروی هم قرار بدن و یکسان نه به معنای عدالت، نه اونی که همه چی درست سر جاش بشه، نه طوری باشه که بتونن اونها بهتر حکومت بکنن. و این مسیری که ایران هم جلوشون وایساده، یعنی خودشون توی مصاحبه‌هاشون جای دیگه میگن ایران روبروی این مسائل وایساده. وقتی ایران روبروی این مسائل وایساده، خب مبانی داره و اون مبانی باید زده بشه. مثلا مبنای فرهنگ مقاومت و پرتلاش بودن ایرانی ها فرهنگ عاشورایی است. بعد عاشورا و قیام امام حسین زده بشه. شما ببینید از زبون افراد مختلف ولو حتی روشنفکران دینی، کسایی که دین میفهمن، لباس روحانیت تنشونه، قیام امام حسین رو زیر سوال میبرن. آقا اصلا امام حسین علیه السلام قیامی نکرد. چرا؟ چون این روحیه سلحشوری رو از تو بگیرن که آقا تنها و فقط امام حسین بود و شما اصلا نیازی ندارید به این قیام یا این نوع تفکر که بخواید ادامش بدید. فرهنگ انتظار، شما ببینید معنویت رو جایگزینش میکنه. نه اومده مستندهای مختلف بسازه که اصلا آقا این مسائلی که برای شما پیش آوردن، این منجی‌هایی که شما دارید در موردش صحبت میکنید، اینا برخواسته از روح و روانیه که در شرایط بد انسانی به وجود میاد و انسان یک فضای امیدواری میخواد. این رو هم گذاشتید میگن آقا یک روزی منجی، در صورتی که اصلا اینا جزو بدیهیات دینه و مکتب و عقیده ماست که آقا روزی خواهد اومد کسی که از فرزندان آقا رسول الله و دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. تو این فضایی که ما الان هستیم، شاید این مسیری که ما داریم میریم شما بگید آقا این رو به پایینه، این یأس، این ناامیدیه، مثل جاده چالوس میمونه.
شما مسیر رو دارید پیش میرید، شاید مثلا پایین باشه، یه خورده سختی باشه، ترافیک باشه، اما اصل مسیر رو به بالاست، رو به پیشرفته، رو به اون هدفیه که شما داشتید و باید پیش ببرید. مثل این فضاییه که در دنیا حاکمه. ما باید با دعا، اول از همه با صلاح دعا، با تلاش و پشتکار بریم به سمت این که این فضا و این دیدگاه‌های به وجود آورده رو اول برای مردم تحلیل بکنیم، دو خودمون در دام این بازی که برای ما برنامه‌ریزی شده نیفتیم. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که اگر ما تلاش کردیم، اگر مبانی که روی اونها پافشاری کردیم درست برای مردم تبیین کردیم، این آینده برای خودمون اتفاق میفته. و اگر نه ما در جریان این سونامی استانداردسازی که برای کشورهای دنیا به وجود آوردن ما هم غرق خواهیم شد. ناامیدی معنایی نداره. کسی که جوان، کسی که نیاز به ظهور رو در خودش می‌بینه، کسی که می‌دونه باید تلاش بکنه و تو اون تلاشش نتیجه وجود داره، شک نکنید که خدا هم برکت بهش میده. ما نباید به این سمت بریم که هم ناامیدی پمپاژ بشه، هم یأس بر مردم ورود پیدا بکنه، بعدم بیام بگیم خب کار نمیشه انجام داد. و یه بخشش هم واقعا متأثر از رسانه است. شما نگاه کنید، ما حدود 8-9 سال فقط داریم خبر بد پمپاژ میکنیم تو جامعه. یعنی شما خبر 23 میبینید، اخبار 21 رو میبینید، 22 شبکه سر رو نگاه میکنید، کانال‌های تلگرامی رو مرور میکنید، تمام اخبار منفی. یعنی یک جای یک خبر خوب، یک خبر امیدوار کننده. بله یه بخشی شاید بی تدبیری مسئولین و همه اینها رو من قبول دارم، اتفاق افتاده، اما در این که شما مدام خبر منفی پمپاژ بکنی، این دیگه یه کار بسیار غلطه. یعنی که ما بریم به این سمت که فضا رو هی ببریم به این که آقا نه اینجا اینجوری شد، اونجا این اتفاق افتاد و خبرهای خوب گم میشه. مثلا اینکه این همه آقا کارگاهی که اگر تعطیل شده بود تو این چند سال دوباره احیا شده، همه رفتن سر کار، شروع کردن فعالیت کردن، این اخبار کجای لیست خبری ما قرار میگیره؟ اینها رو درست نمیتونیم تبیین بکنیم، درست نمیتونیم اینها رو منتشر بکنیم. ولی شما قرار ببینید فرایند فیلم سازی و سریال سازیشون همه رو به امیدواریه. اگر ما بخوایم به صورت رسانه‌ای تحلیل بکنیم که آقا چه اتفاقی داره میفته، ناخودآگاه بخشی از برداشت نسلی که درگیر این آینده کشور هست داره آروم آروم به سمت تحلیل پذیری پیش میبره. ببینید بهترین راه حکومت بر تمام مردم دنیا، نه فقط یک کشور خاصی، اینها اینه که شما اونها رو تحلیل پذیر و مبتنی بر یک مختصات مشخص تربیتشون بکنید. تحلیل پذیری هم این شکلی به وجود میاد که باید نوع نگاه، نوع رفتار و نوع واکنش رو شما تعریف کنید و تبدیل بشه به عبارت‌های جبری. ما امروز با عبارت‌های جبری رسانه‌ای مواجهیم. عبارت جبری رسانه‌ای یعنی چی؟ یعنی که شما برید سریال وستفورد رو ببینید، با بهترین دوبله فارسی در اختیار همه قرار گرفته. داستان از این قراره چند تا رباتن توی یه شهر، شما هر جور که میخواید رفتار میکنید، اول به صورت سرگرمی، بعد همین ربات‌ها تبدیل میشن به حاکمان دنیا با هوش مصنوعی. چطور تحلیل پذیری انسان‌ها رو تشخیص میدن که چطور میخوان واکنش نشون بدن و چه رفتاری در مقابل این حرکت مثلا دارن. یا شما سریال عرضم خدمت شما یکی دیگه از این سریال اسمش خاطرم نیست، نشون میده که اصلا 2 تا گونه از انسان‌ها رو بقیه توی یک کره دیگه نگه داشتن، 2 تا ربات، و اینها رو دارن تربیت میکنن. این تربیت مبتنی بر هوش مصنوعی و اون واکنشایی که اینها دارن. یعنی شما کاملا باید تحلیل پذیر بشید. اگر تحلیل پذیر شدید، وارد عبارت‌های جبری رسانه‌ای شدید و کامل میشه پیش بینی که شما چه رفتاری از خودتون قرار نشون بدید. برای همین کاملا دیگه در اختیار اونهای در عین استقلالی که شما فکر میکنید دارید، ولی در مسیر و در نقشه‌ای که اونها طراحی کردن گام به گام شما پیش میرید. لذا اول توصیه میکنم که کاملا مباحث رسانه‌ای رو جدی بگیرید. یعنی در مباحث تداعی معانی، ادراک سازی، جنگ شناختی، اینها رو همه رو در نظر داشته باشید. ببین برای شما میل پیدا میکنن، برای شما رضایت بخشی ایجاد میکنن به طوری که اصلا خودتون شما متوجه نمیشید. من یه مثال بزنم. ببینید ما وقتی میگیم جنگ ترکیبی، جنگ ادراکی شناختی،
یک مثالش این میشه که برای شما نسبت به یک شخص رضایت ایجاد میکنن. مثالش هم اینه که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اتفاق افتاده، برای ما واقعا فرق نمیکنه کدوم بیاد، چون سیاست ها رو کسی دیگه مشخص میکنه و رفتار اونها با اسلام، با تشیع، با خود کشور ایران و مردم ایران و خصوصا ژن ایرانی مشخصه. اما وقتی فلان کاندیدا رأی میاره، شما این طرف مسائل معیشتی مردم رو شروع میکنی حل کردن. یعنی در ذهن مردم میشینه که پس چون فلانی یه لحظه رأی آورده، من کالاهام از گمرک آزاد شده، قیمت سکه اومده پایین، قیمت ارز اومده پایین، چه خوب که این شده، خدا کنه همین باشه. بعد گام بعدی چیه؟ میبینید یه سری از این فیک نیوز ها اومدن مطلبی رو مطرح کردن که آقا جو بایدن ایرانیه، باباش از کدوم نسل ایرانی میشه. شما چه حسی بهتون دست میده؟ میگه خب ایرانیه، مثلا حس وطن پرستی، من اینم ایرانیه، خلاصه کار ما رو راه میندازه. اینها ببین، ما وقتی میگیم جنگ ترکیبی، یعنی که با اقتصاد شما درگیره، با ذهن شما درگیره، با مسائل سیاسیتون درگیره، اینها رو به وجود میاره که یک لحظه شما میل به یک نفر پیدا بکنید و اون طرف هم چون شما میل بهش دارید، فکر می‌کنید کاری که داره انجام میده اصلا سر دشمنی نیست، سیاستیه که داره پیش میبره و شاید تهش به نفع شما باشه. وقتی این اتفاق افتاد، شما در مقابل اون نمیتونید یک انقلت بیارید یا یک انتقاد بیارید، یعنی رسما شما رو خلع سلاح فکری و ادراکی میکنه. اگر این اتفاق افتاد، شما منتظر باشید که سیاست‌های دیگه به صورت استاندارد در کشور اجرا بشه. اما اگر رفتیم دنبال تبیین، رفتیم دنبال تحلیل، رفتیم دنبال اینکه واقعیت و حقیقت رو ارجاع بدیم به فکر مردم، به درک مردم، به اینکه یک لحظه اون نگاه رو ببینن و بشناسن، کاملا میشه اینها رو خنثی کرد. یعنی اتفاق عجیبی نیفتاده، منتها فضا بر این قرار گرفته، بر این اصل داره پیش میره که آقا روی ادراک مردم شما اثر بذارید و شروع کنید برای اونها تصویری جدید از شرایط کنونی ساختن. لذا فکر میکنم که در دو نکته خلاصه بحثمون رو ارائه کنم. یکی این که در این طوفان و این سونامی آخرالزمانی که شکل گرفته، حتی اگر بر روی یخ پاتون لغزید، حتی سر خوردید، دست از بیعت و تلاش برای ظهور آقا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بر ندارید که قطعا خدا برکت میده و قطعا نگاه میکنه به این تلاش. نکته دوم اینه که برای خلاصی از این حس یأس، این ناامیدی، مطالعات رسانه‌ایتون و آشنایی با فرایندهای ادراکسازی که امروز داره به عنوان علم جدید و نبرد مکمل در جریان‌های سیاسی اجتماعی شکل میگیره و مدام داره پیشرفت میکنه بالا ببرید و مردم و بقیه دوستان و حتی توی فضاهای کوچیک و جمع‌های خصوصی خودتون، حتی تو شبکه‌های اجتماعی، کانالتون، جاهای مختلف، شروع کنید این موارد رو تبیین کردن و تحلیل کردن. شاید بهتون بگن توهم دارید، شاید بهتون بگن نمیدونم روی تئوری توطئه دارید کار میکنید، بذار بگم مهم نیست. ما طبق اون آیه قرآنی که خدا به پیامبرش فرمود شما بگو هدایت کن، قرار نیست خودتو بکشی، هدایت شدن نشدنم مهم نیست. ما هم حرفمون رو میزنیم که تکلیفی از برگردنمون نباشه و یه روز نگیم آقا اینها رو میتونستیم بگیم و نگفتیم. نه، شاید اتفاق میفته و اون تجربه میشه و این بدترین حالت ممکنه که چیزی که قبلا اتفاق افتاده رو شما تجربهش میکنه تا بهش برسی که این حقیقت وجود داره. خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم به صورت مجازی. انشالله که حالا این مباحثی که ارائه شد به دردتون خورده باشه، وقتتون هم تلف نکرده باشیم. اگر هم حالا چیزی به دردتون نخورد، انشالله که بنده رو حلال میکنید. سلامت خودتون، خانوادهتون، تجدید الفرج صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به صلوات ختم.